نگین نظام آمد طی 10 سال است که در مؤسسه دولتی تعلیمی مکتب اینترنت جمهوری کودکان یتیم ناحیه شهرنو به تعلیم و تربیت فرا گرفته شده است. او یکی از تربیتگرانده فعال به شمار رفته. ماموریت قید می‌نماید که در همه آزمون و المپیادهای منطقوی و جمهوری فعالانه شرکت ورزیده، همیشه جایهای نمایان را اشغال بنماید. از شرایط مکتب و نگاهبینی غمخوارانه مؤسسه و حکومت جمهوری تاجیکستان قناعتمند بوده، کوشش می‌نماید که همیشه رفتاری خوب و نمونوی داشته با بهای خوب و اعلی تحصیل نماید. شرایط در اینجا بهر ما خیلی فراهم آورده شده است که شرایط خیلی خوب می باشد و ما در اینجا هم تحصیل میکنیم و اینچنین استقامت نیز میکنیم و من پیش از همه سپاسگزاری خود را به اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان می نمایم. زیرا بهر ما یتیمان همیشه غمخواری می نمایند و ما بر عوض این همه غمخواری های این مرد نکونام و میهم پرست همیشه باید بخوانیم و همیشه به علم آموزی دقت زیاد نماییم و در آینده صاحب معلومات گردیده در این وطن و دولت صافدلانه خدمت نماییم. کاری تعلیم و تربیت در مؤسسه دولتی تعلیمی مکتب اینترنت جمهوری کودکان یتیم ناحیه شهرنو از روی نقشه کاری سالانه برآمده داشته تحت نظارت دائمی ماموریت قرار دارد. شماره کودکان عین زمان در این مؤسسه 383 نفر بوده، 200 نفرشان دختران میباشند. شرایط‌های مکتب خیلی خوب میباشند و در برابر این ما کوشش داریم که خوب و اعلی خوانیم و بر عوض این قدر غمخوری‌های مهربانی جناب عالی ما وعده میدیم که در آینده یک از جوانان لیاقتمند و سزاوار وطن میگردیم. مکتب اینترنت با مقصد خدمترسانی کمونالی و دسترس نمودن سوزشواری با خوجگی جنگل ناحیه و کارخانه انتقال نیروی برق شرطنامه دو طرفه کرده است. عین حال در انبار مکتب اینترنت برای گذراندن زمستان سالهای 2017-2018 به طور کافی خوراک و سوزشواری ذخیره کرده شده است. باید قید نمایم که امروز توجه زیادی حکومت ناحیه، حکومت جمهوری، مخصوصا پیشوای ملت، اساسگزار صلح و وحدت امامعلی رحمان به مکتب اینترنت خیلی زیاد است. ما نیز این پیشنهادهای این مقامات ها را جناب عالی را سرمشق کار خود میکنیم و آماده هستیم که به این یتیمکان کل، به این یتیمانی که امروز با تعلیم و تربیت در این مؤسسه، در این درگاه مقدس فرا گرفته شده است، غمخواری های زیاد کنیم، از آنها نگاهبین کنیم و در کار و پیکار خود از گفته های جناب عالی استفاده بریم و همه روزه کوشش کنیم که فرزندانی که این درگاه مقدس را ختم نمایند به راه درست هدایت نماییم. ماموریت مؤسسه دولتی تعلیمی مکتب اینترنت جمهوری کودکان یتیم در ناحیه شهرنو برای پیدا کردن شرایط‌های خوب تربیتگران در گذراندن زمستان سالهای 2017-2018 تمام امکانات‌ها را استفاده می‌برد.